مثلا ما رو پاره کنیم. این مقدار خیلی کمیه. البته اینا مادر و پسرن. ببخشید مشمعی میاد کنید. اونم صدای سگای ما. یه خورده گوشه دیگه بده بچت هم بخوره دیگه. تو همه رو نخور. بین و تو برو اونو بخور. بیا قهوه‌ای اینجا قهوه‌ای. خب این نظرم خب بسشه دیگه. بعد موشم هم برمیدارم. فعلا گذاشتم دم باغ. اینم خال تو باغ بالاست. باغ پایینم اون یکی سگه. کفی هم چون کثیف شده برداشتیم. یه خورده سبزی و عرضم خدمتتون فلفل دورمه آوردیم واسه مرغا. یه ضربه ابزارم که امشب اینجا من به چند دقیقه کار دارم. از این سگا همون بدم. دست نزنید. ادامه شو بزنم که این خال ما هم ببینیم. چطوری خالی؟ نکن. این خال بازی گوش برداشت فرار کرد. بچه کیفیت خیلی ضعیفه میدونم، ولی ممنونم از این که شرایط رو درک میکنم. ما یه خونه سبزی ببریم داخل. خب این اتاق قفس بندی مرغاست. یه تعداد اینجا. اون دوتا سالن هم که حالا مرغاست. حالا من میرم بهتون نشون میدم. فعلا یه دقیقه استاپ کنم. خب به نام خدا اول کار ببینیم دشتی کردیم. خیلی اتاق کثیفه. خب یه تعداد تخم رنگی داریم. تخمه اردک این بالا میذاره. اینم داروان و ویتامین و ایناست. اینجا جیبل خوشگل. آمریکاناهای زیبای من مشکی. این دو تایوان یه خورده بیحال بودن. این ماناس بلو کوپر و این ماناس بلک کوپر و این تخم زیتونی. ماناس وارداتی خوشگل. این ماناس وارداتی های ترکیه اومدن، ولی یه خورده خب جداشون کردیم فعلا تا تخم نمیذارن استراحت کنن. سوخت استرالوپ گوگولی اینا هم جدا کردیم فعلا. جای دیگه اینا رو فعلا جدا کردیم. خب تخم سبزا آمریکانا. خب اینا رو دیدیم. فنم که خدا رو شکر کار میکنه. این دوربینم نمیدونم چرا زده فعال نیست، آفلاین. حالا چک میکنم تا بخش بعدی.